سلام، روزتون بخیر دوستای عزیزم. خوش اومدین به یه ولاگ دیگه. از کجا؟ شمال کشور. اومدم یه جای کاملا ییلاقی و قراره که از امروز تا حالا هر چند روزی که اینجام با همدیگه باشیم. ولاگ خیلی جذاب و یه جور آرام بخشی رو میخوام این سری داشته باشم باهاتون و هر روز با همدیگه باشیم. So let's dive in. منطقه‌ای که ما اینجا اومدیم اسمش اگر اشتباه نکنم گراسماساره. گراسماساره توی جنگل دالخانی و یه جور حالت روستاست، یعنی میخوام یک هفته زندگی روستایی رو واقعا تجربه کنم. حالا نمیدونم پشت سر من مشخصه یا نه، اینجا مزرعه است، طویله است، بعد اینجا بیشتر حیوان میبینیم. دیگه چی؟ مثلا اینجوریه که صبح میریم شیر تازه رو از گاو همسایه میگیریم، پنیر تازه رو باز از گاو همسایه میگیریم و کلا یه زندگی روستایی رو میخوایم تجربه کنیم. الان میخوام برم اون پایین توی اون مزرعه وسط اون فیلم بگیرم. بریم. خودم که خیلی هیجان زدم. It's dancing like there's no way he could fall. The world he sees is empty after all. Free to follow my lead, free to follow, but careful what you say. He's always watching every step I take, mocking me with all of my charades. Free to follow my lead. Him every day in quiet rooms that dim the light away. Find that he's got quite a lot to say. Free to follow my lead, free to follow when something. همراه آقا مسعود اومدیم که بریم توی ارتفاعات. یادم بگم به بچه‌ها سلام کن. بچه‌ها تو ولاگ کیش با ما بودن. اینا آخرین بار که دیدن ولاگ کیش بود. این الان جهت مخالفه. آره. الان میخوایم بریم اون بالاهای روستای گراسماسار. اسمش 10 بار تمرین کردیم تا یاد بگیریم. آره، حالا امیدوارم اشتباه تلفظ نکنیم. پاپ کورن کجاست؟ I no longer feel the sense that it's beyond my grasp, but I can't tell. I know you are in my thoughts, but it's sometimes not. No matter how long. ما الان اومدیم توی ارتفاعات دالخانی. آره دالخانی مسعود؟ آره دیگه، منطقه فکر کنم دالخانیه. بیایم اینجا برم تنفس دیگه کم کم سخته، اکسیژن نیست واقعا. از بس اومدیم بالا. بهتون نشون بدم کجاییم. خیلی بالاست، نمیدونم مشخصه یا نه. You've been gone in sunlight or gentle breeze. Those who are no longer seen are just as real as you and me. They are traveling just ahead of us, showing the way when we least expect. اینجا اومدیم خونه یه خانمی سبزی محلی داره، خیلی بامزه است. ببینید
میگم سبزی دارن من یه خدا من یه کارتون ندارم شما خود اولاتونه من که نه محصولن که می ها بکنم نه نمیدونم محصول همه چی پیدا میشه. خیلی بامزه است. این کاهوه جانم. اومدیم تو دل روستاشون، بعد کلی سبزی محلی خریدیم در واقع. بعد اینجا جالبه، مثلا خانومای این منطقه یه جورایی مثلا واسه خودشون درآمدزایی میکنن دیگه، مثلا سبزی میکارن به چه میدونم نارنج و چیزای خوشمزه. حالا اومدم باز تو کوچه پس کوچه‌اش دارم قدم میزنم. خیلی جای خوشگلیه. اینجوری الان میریم خونه و سبزی ها رو میشوریم و مصرف میکنیم. یکی از این مزرعه هایی که گفتم اینجاست، نمیدونم حالا چقدر مشخصه، ولی خب ارگانیک خوشمزه. یه ذره همینجور نشستم خوردم، بعد خیلی خوشگله. یه کوچه خیلی باریک هم داره دیگه. ما سبزیامونو گرفتیم و الان منتظرم که بیان که بریم سوار ماشین بشیم بریم سمت خونه خودمون. قبیله‌ای که میگم اینجاست بچه ها و خیلی جالبه. همشونم با هم دیگه دوستم، یعنی سگ و گوسفند و خروس. اینم باز جاییه که هستیم. همطوری باید بریم بالا 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 تا برسیم به خونمون. طبقش هم ویو خوشگل داره. تو که اینجایی؟ ببریم تو. بودو. سلام. ما اومدیم خونه، سبزی ها رو هم شستیم و آماده کردیم. الان میخوایم کباب درست کنیم. به به گلش هم هم همه چی آماده است واسه نهار خوشمزه. بیا بریم. برو نهارمون به کجا رسید آقا مسعود؟ به جاهای خوب. زندگی اینجا خیلی عجیبه. خواستم بخوابم، گفتم بیام اینو بهتون بگم. خیلی عجیبه. مثلا ساعت 6 بعد از ظهر که دیگه همه جا تاریک میشه. الان ساعت 4 بعد از ظهره. فکر کنم مثلا تا 1 ساعت و نیم دیگه کلا دیگه تاریک شه. بعد دیگه هیچ تفریحی نیست تا فردا صبح که بیدار شی. بعد مثلا من اینجوریم که با اینکه من شبا دیر میخوابم، مثلا شب ساعت 1-2 میخوابم، الان 9 میخوابم، بعد ساعت 4 صبح بیدار میشم و مثلا 5 بیدار میشم. بس کلا یه مدل دیگه شده زندگی. امیدوارم حوصله‌ام سر نره، ببینیم تا آخرش چه اتفاقی میفته.
used round here before. Just get used to me around. I did not bust in his bitch to sit down. سلام دوستای عزیزم، به روز دوم مسافرتمون خوش اومدین. اینم خونه ما. حالا من هی خونه رو نشونتون میدم به خاطر اینکه کلی ذوقشو دارم، بس که خوشگله. امروز از صاحبخونه اجازه گرفتم که برم توی مزرعه‌شون و از حیوونا از نزدیک واسهتون فیلم بگیرم. حالا بریم دنبال مسعود به خاطر اینکه بیچاره توی خونه اینترنت درست حسابی نیست. بعد پا شده رفته سر جاده داره کاراش انجام میده. میرم دنبالش بیارمش، بعدش با هم دیگه بریم توی مزرعه آقای صاحبخونه. Let's dive in. یکی از قشنگی های این مسیر همین آبیه که میاد. نمیدونم دقیقا سرچشمش کجاست و تا اون پایین روستا هم میره. به خاطر اینکه نهار میخوایم ماهی درست کنیم، ماهی شکم اومدم از یه خانومی سبزی گرفتیم، سبزی تازه. خب سبزی ماهی گیرمون اومد، الان میخوایم بریم دنبال خود ماهی بگردیم. هیچ ایده هم نداریم که اینجا کی داره کی نداره، ولی خب میریم دیگه، میریم که پیدا کنیم. سلام، خسته نباشین. ببخشید ماهی تازه میخواستیم. ماهی تازه نداریم ما. ندارین؟ نه. از کجا میتونیم پیدا کنیم؟ از آقام بپرس بهتون بگه. مرسی، ممنونم. خب ما ماهیگیرمون نیومد. بی اینجا پاپ کن، بی اینجا. الان میخوایم بریم دنبال یه غذای دیگه و مثل این که اصلا کلا فصل ماهی هم نیست الان تو این فصلی که هستیم. نمیدونم، شاید هم رفتیم مثلا میرزا قاسمی درست کردیم. What I'm doing is not good enough to try to just find as well to slide away. Remind me who you are, deny what you saw. It means I stick out my neck, not doing this for your respect. I promise that'll never work. I'll try to know you'll get hurt. ولی بس جلو خیلی رفتن بالا بابا. وای بیا روستا رو بچه نشون بده، ببین داره برامون چی خوشگله. آی خدایا، این سگم همچه دنبالمونه، نمیدونم منظورش چیه. خیلی خوشگله واقعا. کشوری متنوع تر از ایران دیدی یا نه؟ هرگز نه جدی نگردیم که نیست. ببین مثلا سوئیس رفته، آلمان رفته، انگلیس، تقریبا همه اروپا رفت، درسته؟ آره تقریبا همه. چین، آمریکا، حالا همه دنیا که خیلی زیاده ولی آره ولی خب مثلا اون جایی که خیلی معروفه گوشه‌ش رفت. مثلا فکر می‌کنیم که خیلی قشنگه رفته. حالا توی چند تا جمله ایران رو توصیف کن واسه بچه‌ها. اگه ایران رو بگردید انگار که دنیا رو گشت. واقعا همه دنیا خلاصه شده تو ایران. واقعا میگم. حالا اسم این روستا هم گفتم به بچه‌ها لیماکده است. آره حتما بیاین سر بزنین که واقعا زندگی روستایی آدم میتونه تجربه کنه. واقعا نمیدونم منظور این سگه چیه؟ همش دنبالمه. چرا؟ عادت میشه، همه آدم نیست.
yeast in my tea. And walking me with all of my shreds. Free to follow my آره یه جایی بود تو بانک ملی بود در واقع من خونه میگی ماست همین یهو دیدیم انقدر هوا مه شد که دیگه مجبور شدیم از اون بالاها بیایم یه خونه. ای خدا اینا سردیشونه. اون خانم گاورم میبینین؟ نمک خانم. از اونجایی که امروز ماهی گیرمون نیومد آقا مسعود داره واسمون چی درست میکنی؟ اولمت خاموش شد؟ ما هم اینجا داریم دوغ محلی درست میکنیم. آره اوی چه بامزه است. به به. نونی هم که از اینجا که خریدیم و گذاشتیم که قشنگ گرم بشه به خاطر اینکه یه ذره سرد شده بود. خوش اومدیم به روز سوم مسافرتمون. امروز اومدیم یه جای تقریبا محلی سنتی میخوایم یه سری از محصولات یه سری از محصولات شمالیا رو بریم بخریم و تست کنیم. سلام. ساعت 8:30 شروع میشه. با چند هستیم؟ تا ساعت 7 بود. بسیار. به به چیز دیگه نمیخواستیم؟ به به. تخم ما اینا تخم سازه. مرسی. دستش کدومشون خوشمزه تره؟ مسلمه انار خوشمزه تر دیگه. به 120 بیا اینو بخور. نگاه چقدر خوشمزه است. مرسی. اصلا خود بخوای. با اون که با بذارش بالای سرش 100 کیلو 150 بعدن 1000 جور 1000 جور این دیگه چه جالبه چیزاشون. از اینم گرفتم بچه ها. منم میگه باید بدی ولی واقعا به نظر میاد چیز خیلی خوشمزه باشه. وای خدا نگاه هویجا شد. آب زیرش نمیخوام با چوبش. خب اونم پس درباریم لطفاً. اصلا خریدیم. مرسی. خیلی ممنونم. یه برم چیز گرفتیم. صندوق هم خریدیم. و دیگه چی؟ ها اینا هاش. این خریدمون. اینا باز خریدمون. به به اینم ماست محلی. عالی عالی. اینجا کارتون ندیم آبی. بفرم. سلام به روز 4 مسافرت ما خوش اومدین. اومدم پشت خونمون این طبقه سوم که دیگه همتون میدونید خونه ماست. این هم یه مسیر خیلی بهشتی و خوشگله. حالا یه روز یعنی فردا که دیگه ما روز آخر اینجاییم بهتون اون پشتم نشون میدم. داریم میریم روستای اصلی گراسماسر. واقعا نمیدونم دقیقا تلفظ درستش چیه ولی داریم میریم همراه با کافی مورد علاقه و چیز دیگه بهتون نشون میدم. اومدیم وسط جنگل. بعد بچه ها اسبای وحشی اومدن. نه زیبا. الان اومدیم توی ارتفاعات روستای گراسماسار. من آخر نفهمیدم تلفظ اصلیش چیه ولی اینجا رو بگی واقعا اینجا خوشبال حیوانات به خاطر اینکه هیچ صدایی نمیاد. خوشگله.
longer you'll get her. I don't think that'll ever work. I've seen a lot of yous round here before. Just get used to me around. I did not bust in this bitch to sit down, sit down, sit down. And you still try not make a sound. Before my ears got way too loud. So remind me why you're stupid. Remind me what I'm doing is not good enough to try today. Just fine as well to fly away. Remind me who you are and deny it. What you saw in me as I stick out my neck. Not doing this for your respect. I promise that'll never work. Don't try too long or you'll get hurt. I don't think that'll ever work. I've seen a lot of yous round here before. You don't gotta like me no more. You don't gotta bless me with yours. You don't gotta ever be sure anything I'm doing is gonna work. You don't gotta believe it all. You don't gotta. سلام دوستای عزیزم، خوش اومدین به روز آخر مسافرت. اومدیم اینجا که برم توی این جنگل، هم یه مدیتیشنی بکنم، هم یه چایی بخورم و همین که یه مقدار یه سری علف که نه، سبزی محلی به نام چوچاق اگر اشتباه نکنم بچینیم و بخوریم، بریم که روز آخر رو با هم دیگه بگذرونیم. من اصلا سبزی‌ها بلد نیستم در واقع، اما از چند تا از خانم محلی اینجا سوال کردم و کلی چوچاق چیدیم. بریم فکر کنم باشون بشه غذای خوشگل و خوشمزه‌ای درست کرد. بیا بودو بیا. به عنوان کسی که چند سال دارم تولید محتوا میکنم، تدریس میکنم، واقعا نیاز داشتم به این آرامش، به اینکه از محیط شهر دور شم، به اینکه اصلا هیچ آدمی رو نبینم. البته که آدم دیدم ولی خب فقط تو فضای روستا بود در واقع. اگه تو هم حالا به هر دلیلی شغلت جوریه که خیلی پرتنشه، پر استرسه، شغل جوریه که باید همیشه فکرت در حال کشف چیزای جدید باشه، واقعا بهت پیشنهاد میدم سالی یه بار، 6 ماه یه بار به خودت این استراحت رو بدی. چون من الان احساس میکنم انقدر دیگه پر انرژی شدم که دیگه قراره وقتی که برگردم خونه بترکونم. همینجا
میخوام سکانس آخر ویدیو باشه، میخوام سکانس آخر این ولاگ باشه، یه ولاگ جذابی شده مطمئنم. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشین. امیدوارم تونسته باشم اون حس مثبتی که توی این سفر داشتم و بهتون منتقل کرده باشم. دوستتون دارم. تا ولاگ بعدی، خداحافظ.